ما реально میخواین که من نسکیای پوشیدگی شما روی کنم؟ Да, можно, пожалуйста? چیکار شما میکنین؟ Я я правду задам. ها Вы это видите? شما نه شما چیکار میکنین نسکیای مرا؟ У нас типа аромат. آخه نسکی аромат نداره، نسکی بوی بزم داره. Ваша прекрасная она. Ну это просто долбоебизм. И ягон مثلا با عقل آدم توری نمیگیره. Ну, пожалуйста, вам жалко ваши носочки? Як ви райхаєш їм десь там? Я вам новые оправлю, если все можно, пожалуйста, а вы своих отдадите, пожалуйста. Я даже не знаю, что это говорит. Я в шоке. Позвольте, я вот сейчас новые носочки куплю и через такси вам доставку сделаю, и вы своих отдадите таксисту. Позвольте, пожалуйста. چی بود که ما در این ویدیو دیدیم؟ در روانشناسی این فوت فتیش نام دارد. فتیش این جلبیتی از حد زیاد به یگم قسمتی از بدنی زن یا اینکه به یگم حتی اسباب به یگم پردمت هم میشود که فتیش داشته باشند. در این ویدیو ما میبینیم که فتیش این جوان این بوی پایهای دختر است. یعنی وی رو نه تنها پای همچنین بوی پایها، یعنی که بوی آن نساک‌هایی که این دختر پوشیدگی است همین اون رو به هیجان میارن و به لذت میرسن. خب این پاتولوژی نیست، یعنی این یگان چیزی گویم کسل است. نه، این کسل نیست اگر به شرطی که این جوان تواند خواهش‌های خودش رو اداره کرده به دیگران ضرر نرساند. ولی اگر این به زوری از یگان کس رود نسکی کشیده گیرد و یا که در عین حال خیلی گویم وای میکند که نسکیات فریز خیلی کوشش زیاد میکند، در این حالت ها معلوم میشد که این جوان نه اونقدر خودش رو کنترل کرده میتواند. لیکن خیلی هم میشد که شاید برای این جوان نسکی یک دختری رو که وای نمیشناسد، همخی در شبکه‌های اجتماعی دیدگی است، همین همچون یک ابیکت مخفی ناشناس اینم برای وای یک فتیش باشد که نه پروستا گویم همخی نسکی همسر، همخی یک دختری که دست نورس است، نسکی همون بوی پای همون دختر این رو به لذت میرساند. برای همین اگر یگان کس نسکی شما رو پرسید شما حق دارید که نگویید، نتید. ولی اگر در بین زن و شوهر باشد میتونن این رو پرکتیک کنن. یگان اینجوری کسلی وای نیست، فقط اگر با خواهشی هر دو طرف باشد. ولی خیلی در شبکه اجتماعی توصیه میتیم همچون متخصص که نسکیاتون به هیچ کس نفرستید. اگر نمیشناسید یادم بهترش نسکیاتون نفرستید، خوب میشه. شما چی فکر دارید درباره این ویدیو؟ به زیر این نویسید، لایک و پادپیسکا رو فراموش نکنید. شما هم یگان خیلی فتیش دارید؟